در اوکراین ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا همراه با سربازان اوکراینی مواد ترکنده باقی مانده از برخوردهای مسلحانه در شرق این کشور را بی‌ضرر کردند. 9 مارس در دهه کومینترنو تیرهای تانک و خمپاره که مردم آسایشته را با تهدید روبرو کرده بودند، زیر مراقبت ناظران و سربازان اوکراینی ترکانیده شدند. سر از ماه نوامبر ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا با نیروهای ارتش اوکراین و جدایی‌خواهان رو به مسکو مواد ترکنده باقی مانده در میدانهای نبردها را بی‌ضرر می‌کنند. در نتیجه برخوردهای یک سال اخیر در اوکراین بیش از 6,000 نفر به هلاکت رسیده، هزارها نفر دیگر به ترک منزل زیستشان وادار شده‌اند. در شهر پیشاور پاکستان معلمان از مناطق قبیله ها جمع آمد دایر نموده طلب کردند که معاش آنها به حق زحمت معلمان دیگر گوشه های این کشور برابر باشد. معلمان همچنان شکایت کردند که بسیاری از مکتب های بر اثر حمله های طالبان زیان دیده تا حال تعمیر نشده‌اند. به قول معلمان کمبود مکتب به معرفت کودکان تأثیر می‌گذارد. در ناحیه ماهمند واقع در منطقه قبیله های پاکستان جشنواره ورزشی برای جوانان تشکیل شده است. در دوام 2 هفته آینده مسابقه های فوتبال، والیبال، بندکشی و دیگر نمودهای ورزش به مانند بازی ملی پاکستانی با نام کبدی دایر خواهند شد. منطقه قبیله های پاکستان در مرکز مقاومت جنگجویان اسلامی و نیروهای ارتش این کشور قرار داشته در این گوشه پاکستان مسابقه های ورزشی احیانا برپا می شوند. در آموزشگاه سرک افغانستان واقع در شهر کابل تخمیناً 5,000 دانشجوی ختم سمستر زمستانه را جشن گرفتند. این مکتب خاص برای دانشجویان عائله‌های مهاجر شده کابل تشکیل شده است. در آن دانشجویان همزمان با تحصیل امکان دارند که هنرهای شبیه ژانگلیری و اکروباتی را از خود کنند.